سلام رفقای علاقمند به نجوم، خوش برگشتید به کانال آسترووید کیمیا. توی این ویدیو میخوام پیشبینی کامل و مفصل ماهیانه برای سپتامبر 2025 رو بگم. بله، درست شنیدید، قراره دقیق بریم سراغ چند تا بخش مهم زندگی، از شغل، سلامتی، پول و سرمایه، درس و تحصیل، سفر و خیلی چیزای دیگه. ولی قبل از اینکه برم سراغ پیشبینی برای 12 تا برج از اریس تا پایسیز، بذارید چند دقیقه وقت بذارم و موقعیت دقیق سیاره ها رو توی این ماه بگم. اول از مشتری شروع میکنیم. کل این ماه توی برج دوقلو حرکت میکنه. زحل هم تمام ماه توی برج پایسیز خواهد بود. راهو توی برج آکواریوس میچرخه و همونطور که میدونید اینجا با زحل همخونه حساب میشه. حالا میرسیم به کیتو. کیتو کل ماه توی برج لئو قرار داره. خورشید پادشاه سیاره ها تا نیمه ماه توی برج خودش یعنی لئو هست. بعدش میره توی سنبله. عطارد اونم اول ماه توی لئو میچرخه، بعدش میره توی برج خودش یعنی سنبله که اونجا حتی توی اوج قدرتشه. ونوس اول ماه توی کنسر هست، بعد میره توی لئو و توی نیمه دوم ماه با کیتو همخونه میشه. مریخ از نیمه ماه از سنبله میره توی لیبرا و در آخر ماه سریع‌ترین سیاره است، هر 2-3 روز یک بار برجش رو عوض میکنه، برای همین دقیق نمیشه جای ثابتی براش گفت. برج اریس، شغل و کار. سیاره شغل شما یعنی زحل کل ماه توی خونه 12 برج پایسیز قرار داره که حاکمش هم مشتریه. مشتری هم توی خونه سومه، یعنی این ماه ارتباط و حرف زدن خیلی مهمه، چه با همکارا، چه با رئیس، چه با زیر دستاتون. ولی یه مقدار فشار هم روی کار هست، مخصوصا از نیمه ماه به بعد، چون خورشید میاد روی زحل اثر میذاره. پس باید حواست باشه دعوا و بحث و جر و بحث بی خودی با همکار و رئیس نداشته باشی، چون میتونه مشکل درست کنه. بهترین کار اینه که تو حالت عادی بمونی، تمرکزتو بذاری روی وظیفه هات و کارت. اینجوری مشکل خاصی پیش نمیاد. ماه خوبی برای مصاحبه کاری نیست، بهتره فعلا آروم بمونی. اگه خارج از کشور کار میکنی میتونه خوب پیش بره، ولی حجم کار و فشارش زیاده، باید مدیریت کنی. بیزنس و تجارت. واسه کار و کاسبی اوضاع خیلی مثبته، چون سیاره بیزنس شما یعنی ونوس این ماه خیلی قویه. اول توی خونه 4 قشنگ قرار داره، بعدش هم توی خونه 5 که جای خیلی خوبیه. خود مریخ حاکم اصلی برجتون هم از نیمه ماه میره توی خونه 7 خونه تجارت، یعنی انرژی مستقیم روی بیزنس هست. مشتری هم از اول تا آخر یه نگاه حمایتی روی بیزنس داره. نتیجه رشد و پیشرفت خیلی خوب دیده میشه، پس از فرصت استفاده کن. فقط حواست باشه توی نیمه دوم ماه وارد شراکت جدید نشی. اگه برنامه درست و زحمت داشته باشی عالی پیش میری. پول و سرمایه. اوضاع مالی کلاً با ثباته، به شرطی که نری سراغ سرمایه گذاری های پر ریسک، مگر اینکه توی طالع تولدت حمایت بشه. بیشتر روی سرمایه گذاری های مطمئن حساب باز کن که سود خوبی برمیگردونن. با توجه به اینکه راهو توی خونه 11 خونه سود و درآمد هست و مشتری هم روش نگاه داره، میتونی درآمد از چند تا منبع مختلف داشته باشی. اینجوری وضعیت مالی کلیت قوی تر میشه. فقط باید باهوش بازی کنی. سلامتی. نیمه اول ماه باید بیشتر مراقب باشی و هیچ مشکلی رو نادیده نگیری.
اگه لازمه دکتر بری یا چکاپ کلی انجام بدی، همین نیمه اول انجام بده. نیمه دوم ماه خیلی بهتره و حتی میتونه مشکلات قبلی رو هم برطرف بکنه. عشق و روابط. نیمه اول ماه برات خیلی خوبه برای عشق، با اینکه یه خورشید گرفتگی هست به خاطر همنشینی خورشید و کیتو توی خونه 5، ولی باز هم موقعیت قوی هست برای اینکه یه عشق جدی یا نیمه گم شده‌ت رو پیدا کنی. اگه توی رابطه ای هستی، این دوره میتونه آزمون باشه یا جدی میشه و میری سمت ازدواج، یا حتی ممکنه فکر جدایی بیفته سرت. نیمه دوم ماه زیاد خوب نیست برای عشق، دعوا و تنش و بحث ممکنه پیش بیاد. ازدواج. اگه دنبال ازدواجی زمان خوبیه، چون سیاره ازدواجت ونوس میره توی خونه 5، پس اگه مدتیه با کسی رابطه داری، احتمال اینکه به ازدواج فکر کنی خیلی زیاده. نیمه دوم ماه هم مریخ حاکم اصلی توی خونه 7 میاد، یعنی انرژی کامل میره سمت ازدواج و شریک زندگی. اگه متأهل باشی، شور و اشتیاق زیادی توی رابطت میاد. درس و تحصیل. برای درسای ابتدایی و دانشگاهی اوضاع خوبه و پیشرفت داری. برای تحصیلات عالی، ارشد، دکترا و غیره عالیه و میتونی خیلی خوب جلو بری. سفرهای کوتاه مدت نیمه اول ماه بهتره. سفرهای بلند مدت و تفریحی کل ماه خیلی خوبه. بچه‌ها، اگه قصد بچه دار شدن داری، نیمه اول ماه شرایط خیلی مساعدتره. البته باید طالع تولدت هم بررسی بشه، ولی به طور کلی نیمه اول بهتر از نیمه دومه. اگه بچه داری، رابطت باهاش خوب و آروم خواهد بود. برج تارس. شغل و کار. اوضاع شغلی توی نیمه دوم ماه خیلی بهتر از نیمه اوله. تو نیمه اول خورشید که سیاره آتشیه مستقیم میفته روی خونه کار، ولی اونجا توی برج آکواریوس میفته که دشمن قوی هم اونجاست. یعنی باید حسابی مواظب باشی وارد بحث، درگیری و سیاست بازی های اداری نشی. از 17 سپتامبر به بعد همه چی خیلی بهتر میشه. پیشرفت، آرامش ذهنی، رضایت و حتی شناخته شدن برای زحماتت. برای مصاحبه یا امتحان کاری نیمه دوم ماه خیلی شانس بیشتری داری. بعد از 17 سپتامبر اوضاع کارت عالی میشه. بیزنس و تجارت. این ماه برای بیزنس خیلی جالب نیست، مخصوصا نیمه دوم. نباید بری سراغ پروژه های جدید، شراکت تازه یا گسترش کار، چون سیاره بیزنسه توی حرکتش حمایت نمیکنه. بهتره توی وضعیت موجود بمونی و ریسک نکنی. پول و سرمایه. اوضاع مالی این ماه خوبه. درآمد میتونه از سرمایه گذاری هات، شغلت یا حتی منابع مختلف بیاد، چون سیاره های پول، خونه سود و حتی خونه کار حسابی قوی هستن. پس ذخیره کن، عاقلانه سرمایه گذاری کن، چون پول امسال نقطه قوتته. سلامتی این ماه به طور کلی خوبه، مشکل خاصی نیست. حتی وقت خوبیه برای رسیدن به اهداف ورزشی و تناسب اندام. ذهنت هم آروم و خوبه. یوگا، مدیتیشن یا نفس عمیق حالت رو بهترم میکنه. عشق و روابط. نیمه دوم ماه عالیه برای عشق و رابطه، ولی نیمه اول اصلا خوب نیست. اگه دنبال عشق جدیدی، احتمال پیدا کردن آدم مناسب توی نیمه دوم خیلی بیشتره، چه با اپلیکیشن های دوستیابی، چه معرفی و غیره. اگه توی رابطه ای هستی، نیمه اول بالا و پایین داره، ولی آخر ماه همه چی صاف میشه.
ازدواج. این ماه اصلا مناسب ازدواج نیست. بهتره بذاری برای یه زمان دیگه. اگه متأهل باشی این ماه یکم سختی میاره، احتمال سوء تفاهم، بحث و دعوا هست. بهترین راه اینه که سازش کنی و کوتاه بیای تا اوضاع آرومتر بشه. درس و تحصیل. برای دانش آموزای ابتدایی و دبیرستان شرایط خوبه، به شرط اینکه حواس پرت نشی. گاهی ممکنه حس کنی حال و حوصله نداری یا بی انگیزه ای، ولی اگه تمرکز کنی میتونی تو امتحانا موفق بشی. برای دانشجوهای ارشد، دکترا یا تحقیقات اوضاع کل ماه خوبه، البته فشار ذهنی و بار زیاد هست، پس باید سخت کوش باشی و در کنارش تفریح کنی تا متعادل بمونی. سفرهای کوتاه کل ماه خوبه، سفرهای بلند مدت یا خارج از کشور، مخصوصا اگه توی دوره سیاره ونوس یا مشتری باشی عالیه، ولی اگه زیر تأثیر خورشید یا مریخ باشی باید محتاط‌تر باشی و حتی با یه دوست یا همراه بری بهتره. بچه‌ها اگه دنبال بچه دار شدنی، نیمه دوم ماه شرایط بهتری داره، ولی نیمه اول اصلا مناسب نیست. اگه بچه داری نیمه اول ممکنه یکم فاصله یا سردی بینتون باشه، ولی آخر ماه همه چی روشن میشه و رابطه خوب پیش میره. برج دوقلو، شغل و کار. سیاره شغل شما یعنی مشتری خیلی قوی و پر انرژیه، چون داره تو خونه اولتون حرکت میکنه و اونجا قدرت کاملی داره. از اون طرف زحل که سیاره بخت و سرنوشت شماست هم توی خونه دهم، خونه کار قرار داره، یعنی پیشرفت آهسته ولی مطمئن براتون تضمین شده است. ولی یادتون باشه این ماه فشار شغلی زیاده. نیمه اول مریخ مستقیم روی زحل اثر میذاره، نیمه دوم خورشید که دشمن زحل حساب میشه روش فشار میاره. یعنی درست پیشرفت داری، ولی دعوا، بحث و سیاست بازی های اداره هم هست. بهترین راه اینه که آروم باشی، تو دید نباشی، تمرکزتو بذاری روی کارت و پروژه هات. اگه بیکار باشی این ماه زمان خوبیه برای تحقیق درباره زمینه‌های کاری و شروع ارسال رزومه، ولی برای مصاحبه و استخدام ماه بعد یعنی اکتبر بهتره. بیزنس و تجارت. برای کار و کاسبی اوضاع خیلی عالیه، چون مشتری حاکم خونه تجارتت داره میره مستقیم به خونه هفتم نگاه میکنه، یعنی خوششانسی، گسترش، فرصتهای خوب، قراردادهای پرسود، همکاریهای جدید و حتی شراکتهای خوب برات هست. خلاصه زمان فوق‌العاده‌ایه برای رشد بیزنس. پول و سرمایه. از نظر مالی مخصوصا نیمه دوم ماه خیلی خوبه، چون مریخ حاکم خونه سود میاد مستقیم روی خونه 11، خونه درآمد اثر میذاره، یعنی پول به شکل ثابت و مطمئن میاد، درآمدت محکمتر میشه و اوضاع مالی بهتر و بهتر میشه. سلامتی این ماه خیلی خوبه. عطارد سیاره اصلیت قوی ایستاده و مشتری هم توی خونه اولت هست، یعنی پر انرژی، پر شور، سرحال و مثبت اندیشی. عشق و روابط. اوضاع عشقی این ماه عالیه. اگه مجردی کلی فرصت سود برات پیش میاد، فقط باید خودت هم فعال باشی. اگه توی رابطه ای هستی پر از عشق، شور، لحظه های قشنگ و خاطره های خوب میشه. ازدواج. برای کسایی که دنبال ازدواج هستن ماه خیلی خوبیه، چون مشتری مستقیم داره به خونه ازدواج نگاه میکنه. اگه دورت درست باشه، داشا و بختت کمک بکنه، ازدواج میتونه توی برنامه باشه. برای متأهل ها هم زمان پر از شادی و آرامشه. درس و تحصیل.
برای دانش آموزای ابتدایی و دبیرستانی نیمه دوم ماه تمرکز و پیشرفت بیشتره. اول ماه ممکنه یکم شل باشه. برای تحصیلات عالی، ارشد، دکترا اوضاع عالیه، ولی حواست باشه حواس پرتی و وسوسه ها ممکنه مزاحم بشن، مخصوصا نیمه دوم. نیمه اول هم بهتره دعوا با استاد و مسئول ها نداشته باشی. و در مورد سفرهای کوتاه کل ماه خوبه. سفرهای بلند مدت یا تفریحی نیمه دوم خیلی بهتر از نیمه اوله. بچه‌ها، برای کسایی که دنبال بچه دار شدن هستن کل ماه خوبه، مخصوصا نیمه اول. برای اونایی که بچه دارن رابطه خیلی خوب و شادی بخش خواهد بود. اگه بتونی نیمه دوم ماه بچه ها تو ببری تفریح یا گردش خیلی بیشتر بهتون خوش میگذره. برج کنسر، شغل و کار. کل این ماه سیاره کارس یعنی مریخ داره حسابی ازت حمایت میکنه، چون توی خونه دهم خونه کار افتاده که جای خودش هم هست. برج اریس، هیچ سیاره بد یا اثر منفی دیگه‌ای هم روش نیست، یعنی اوضاع کاری خیلی قوی و عالیه، رشد، پیشرفت، موفقیت. اگه بیکار باشی شدیداً پیشنهاد میشه رزومه بفرستی و مصاحبه بری، چون احتمال پیدا کردن شغل خیلی زیاده. خلاصه این ماه نقطه قوتته. بیزنس و تجارت، نیمه دوم ماه برای بیزنس خیلی فعال و قوی میشه. قراردادهای مهم، همکاری‌های خوب و فرصت‌های بزرگ میاد سر راهت. میتونی اعتبار و احترام بیشتری هم بگیری. مریخ سیاره کارت توی خونه نهم بخت و شانس قرار داره و نگاه قوی به خونه بیزنس داره، یعنی زمان فوق‌العاده‌ای برای رشد کاریه. فقط حواست باشه هیچ کار غیر قانونی یا غیر اخلاقی نکنی، چون میتونه برات درد سر بیاره. پول و سرمایه، اوضاع مالی هم خوب و مثبته. سیاره هایی که مسئول پول، پسنداز و ثبات مالیان جای خیلی خوبی قرار دارن. این ماه وقت خوبیه برای سرمایه گذاری مطمئن و رشد حساب بانکی. سلامتیت عالیه. هیچ سیاره بدی روی خونه های مریضی، خونه های 6، 8 و 12 اثر نداره. حتی مشتری هم از خونه 12 هم داره خونه 6 و 8 رو نگاه میکنه، که یعنی اگه مریضی هم باشه بهبود پیدا میکنه یا درمان درست پیدا میکنه. پس وقت خوبیه برای رسیدگی به سلامت و تقویت بدن. عشق و روابط، نیمه اول ماه اوضاع عشق و رابطه معمولیه، نه خیلی خوب نه خیلی بد، ولی نیمه دوم ماه اوضاع اصلا مساعد نیست. یعنی امسال برای شروع رابطه یا پیدا کردن عشق تازه زمان خوبی نیست. اگه توی رابطه ای هستی ممکنه بالا و پایین بیاد، حتی فکر جدایی بیفته سرت، مخصوصا تو نیمه دوم، ولی این دوره موقتیه. اگه واقعا عاشق باشی و تحمل کنی ماه بعد اکتبر همه چی بهتر میشه. ازدواج، اگه مجردی ممکنه یه حس شدید برای ازدواج پیدا کنی و بخوای سریع تصمیم بگیری، ولی بهتره صبر کنی و عجله نکنی، چون الان زمان مناسبی نیست. اگه متأهل باشی رابطه پر از شور و هیجان میشه، ولی گاهی هم ممکنه دعوا، شک یا استرس بیاد وسط. اینا موقتیه، باید تحمل کنی و با آرامش بگذری. درس و تحصیل، برای دانش آموزای ابتدایی و دبیرستانی اوضاع خوبه. اگه درست بخونی موفق میشی. برای دانشجوهای ارشد، دکترا زمان خوبیه و مناسبه و پیشرفت میکنی، ولی بار درسی و فشار زیاده. مخصوصا نیمه دوم ماه باید حواست باشه با استادا یا مقامات درگیر نشی. سفرهای کوتاه معمولیه، نه خیلی خوب نه بد، مخصوصا نیمه اول بهتر زیاد سفر نری. سفرهای بلند مدت،
متوسط، نه عالی نه فاجعه. اگه میتونی این ماه بیشتر کار ریموت یا ترکیبی انجام بده بهتره. بچه ها، اگه قصد بچه دار شدن داری این ماه خیلی مناسب نیست، بهتره صبر کنی تا ماه بعد. اگه بچه داری بهترین راه برای حل مشکل یا اختلاف گفتگوی صادقانه و بدون غروره. وقت گذاشتن با بچه هات مثل پیکنیک، پارک یا تفریح بیرونی خیلی رابطتون رو بهتر میکنه. برج لئو، شغل و کار. سیاره شغل شما یعنی ونوس توی نیمه اول ماه توی خونه 12 که خونه سختیه، خونه خرج و از دست دادن. از طرفی زحل هم از خونه 8 داره به خونه کارتون نگاه میکنه. نتیجه نیمه اول ماه کار یکم سخت و پر از فشار میشه. ولی تو نیمه دوم اوضاع خیلی بهتر میشه چون زهره میاد توی خونه اول و جای خیلی قوی تری میگیره. نیمه اول فقط وضع موجود رو حفظ کن، برای مصاحبه یا تغییر شغل صبر کن تا نیمه دوم ماه. بیزنس و تجارت. برای کار و بیزنس اوضاع کلا خوب و مثبت دیده میشه، مخصوصا اگه توی دوره مشتری یا حتی راهو باشی. البته به شرطی که راهو توی طالعت جای خوبی داشته باشه. میتونی قراردادهای عالی ببندی، درآمد زیاد کنی یا شراکت‌های موفق داشته باشی. ولی اگه تو دوره زحل باشی باید خیلی بیشتر مواظب باشی چون زحل توی خونه 8 خونه اتفاقای ناگهانی خوب یا بد. پس باید صبور، محتاط و با برنامه باشی، مخصوصا توی تصمیمات مالی و وام ها. پول و سرمایه. اوضاع مالی این ماه خیلی عالیه چون عطارد سیاره پول براتون خیلی قوی ایستاده، مخصوصا تو نیمه دوم. یعنی پسنداز، افزایش موجودی بانک و ثبات مالی برات حسابی تقویت میشه. خلاصه ماه خیلی خوبی برای پولدار شدن و جمع کردن سرمایه است. سلامتی. نیمه اول ماه از نظر سلامتی برات مثبت‌تره، هرچند نیمه دوم هم خطر جدی نداره. فقط باید مراقب باشی تغذیت درست باشه، آب کافی بخوری و ورزش سبک مثل پیاده روی، یوگا، مدیتیشن انجام بدی. عشق و روابط. نیمه دوم ماه برای عشق فوق‌العاده است. اگه مجردی احتمال پیدا کردن عشق جدید خیلی زیاده. اگه توی رابطه ای هستی کلی شادی، عشق و لحظه های خوب داری. برای متأهل ها هم اوضاع عشقی و رمانتیک خیلی خوب میشه. فقط یادت باشه با شریکت شفاف و صادق باشی. کارای پنهونی یا خیانت میتونه خیلی گرون برات تموم بشه. ازدواج. اگه دنبال ازدواجی شرایط خیلی مثبته. احتمال زیاد داره طرف مقابلت از یه فرهنگ یا زمینه متفاوت باشه. مثلا مذهب، قومیت یا کشور دیگه. برای متأهل ها هم زمان خیلی خوبیه، پر از عشق، هیجان، لذت و تجربه های تازه. فقط یادت باشه صداقت و وفاداری مهمترین نکته است. درس و تحصیل. برای دانش آموزای ابتدایی یا دبیرستانی این ماه زیاد راحت نیست، باید خیلی بیشتر از همیشه تلاش کنی تا نمره های خوب بگیری. برای تحصیلات عالی، ارشد، دکترا اوضاع عالیه و با تلاش پیشرفت چشمگیری داری. سفرهای کوتاه مخصوصا نیمه دوم خیلی خوبه. سفرهای بلند مدت کل ماه برای سفر و تفریح مناسبه. بچه ها. برای کسایی که دنبال بچه دار شدن هستن شرایط این ماه خیلی خوبه چون مشتری نگاه مثبتی روی خونه 5 داره. برای کسایی که بچه دارن رابطتون با بچه ها خیلی خوب و شیرین میشه، حتی ممکنه افتخارات یا سورپرایزای قشنگی ازشون ببینید. برج سنبله یا ورگو. شغل و کار. نیمه اول ماه یه مقدار برات سخت میشه چون سیاره کارت یعنی عطارد تو خونه 12 میچرخه و با کیتو هم نشینه. یعنی کارهای مقدار گرهدار و مبهم میشن. ولی از نیمه دوم همه چی عالی میشه.
عطارد میاد توی خونه اول که اونجا هم توی اوج قدرتشه، هم توی جای اصلی خودش حتی با خورشید هم همراه میشه که یه ترکیب خیلی قوی درست میکنه. تازه مشتری هم توی خونه دهم، خونه کار قرار داره. نتیجه نیمه دوم ماه زمان فوق‌العاده‌ای برای رشد شغلی و حتی پیدا کردن کار جدیده. بیزنس و تجارت. اوضاع کلی بیزنس خوبه چون سیاره تجارتت خوب ایستاده، ولی ممکنه با مقام‌ها یا آدمای با نفوذ به مشکل بخوری. توصیه حتما کارتو اخلاقی و قانونی پیش ببر، چون هر چیز خلافی میتونه سریع برات دردسر بسازه. پول و سرمایه. نیمه اول ماه اوضاع مالی خیلی بهتره. تو نیمه دوم هم پول میاد ولی خرجات بیشتر میشه. بیشتر برای چیزایی که دوست داری یا لذت میبری هزینه میکنی. پس مراقب حساب بانکیت باش چون پسندازت کمتر میشه. سلامتی. نیمه دوم ماه برای سلامتی عالیه. حتی مشکلات قدیمی یا بیماری‌های قبلی هم میتونن بهتر بشن. نیمه اول هم بد نیست، ولی نیمه دوم واقعا بهترین زمان برای تندرستی و انرژی خوبه. عشق و روابط. نیمه دوم ماه برای مجردا خیلی عالیه. احتمال آشنایی یا عشق جدید زیاده. اگه توی رابطه‌ای هستی اوضاع خوبه، به شرط اینکه خیانت نکنی یا کار پنهونی انجام ندی. با صداقت و وفاداری رابطت پر از عشق و شادی میشه. ازدواج. اگه مدتی تو رابطه‌ای هستی و حس میکنی همه چی وایساده، از این ماه به بعد کم کم حرکت میکنه و رو به جلو میره. شاید حتی به مرحله ازدواج هم نزدیک بشی، مخصوصا از ماه بعد. برای متأهل‌ها نیمه دوم ماه یکم پر از بحث و دعوا میشه، چون خورشید و مریخ روی خونه ازدواج فشار میارن. بهتر کوتاه بیای و تحمل کنی تا ماه بعد که اوضاع خیلی بهتر میشه. درس و تحصیل. برای دانش آموزای ابتدایی و دبیرستانی کل ماه عالی، نمره ها و امتحانا خوب میشه. برای دانشجوهای ارشد یا دکترا نیمه اول خوبه، ولی نیمه دوم پر از حواس پرتی و وسوسه میشه. سفرهای کوتاه نیمه اول خوبه، نیمه دوم اصلا مناسب نیست. سفرهای بلند مدت نیمه اول عالیه، نیمه دوم فقط برای سفر خارجی ممکنه خوب باشه. بچه‌ها. برای کسایی که دنبال بچه دار شدن هستن این ماه زیاد مناسب نیست. بهتره صبر کنن برای ماه بعد. برای کسایی که بچه دارن ممکنه این ماه دعوا یا اختلاف پیش بیاد، مخصوصا اگه زیر تأثیر دوره خورشید، مریخ یا زحل باشی. برج لیبرا. شغل و کار. خوشبختانه این ماه مشکل جدی یا سیاره منفی روی خونه کارت نیست. یعنی شرایط کلی آرومه و با زحمت و پشت کار پیشرفت میکنی. زحل که سیاره خیلی خوبیه برات، تو خونه ششم کار و تلاش افتاده، پس با کار و کوشش نتیجه های مثبت میگیری. رشد، موفقیت و حتی اعتبار. اگه بیکار باشی حتما دنبال کار بگرد و مصاحبه برو، چون احتمال پیدا کردن شغل زیاده. بیزنس و تجارت. نیمه دوم ماه عالیه برای بیزنس. همکاری جدید، قرارداد تازه یا شروع پروژه های جدید، ولی نیمه اول زیاد خوب نیست و باید محتاط باشی. پول و سرمایه. نیمه دوم ماه خیلی مثبت‌تره برای جمع کردن پول و پسنداز. البته یه سری خرجای اضافه هم توی برنامه هست، پس باید حساب و کتابت رو نگه داری، ولی در کل وضعیت مالیت راضی کننده است. سلامتی. از نظر سلامتی ماه خوبی در پیش داری. هیچ نگرانی جدی نیست و میتونی حتی روی ورزش یا رژیم تمرکز کنی. عشق و روابط. برای مجردها این ماه عالیه برای شروع یه رابطه جدید، مخصوصا اگه فعال باشی. برای کسایی که توی رابطه هستن کلی عشق، شور، شادی و لذت در پیشه.
فقط چون راهو توی خونه 5 هست باید با عشق صادق و شفاف باشی، کار پنهونی نکنی. ازدواج برای مجردهایی که دنبال ازدواج هستن نیمه دوم ماه عالیه و احتمال ازدواج زیاده. برای متأهل‌ها نیمه اول پر از بحث و دلخوریه، حتی احتمال جدایی هم هست، ولی نیمه دوم اوضاع بهتر میشه و آرامش و عشق برمیگرده. درس و تحصیل برای دانش آموزای ابتدایی یا دبیرستانی این ماه یکم سخت‌تره، باید خیلی تلاش کنی تا نمره‌های خوب بگیری. برای تحصیلات عالی نیمه اول خوبه برای درس، ولی نیمه دوم فرصت‌های خوبی برای درس خوندن خارج از کشور یا مهاجرت تحصیلی برات پیش میاد. سفرهای کوتاه کل ماه عالیه، سفرهای بلند مدت کل ماه مناسبه، مخصوصا نیمه اول بهتره. بچه‌ها اگه دنبال بچه دار شدنی این ماه زمان خوبیه، البته به طالع تولدت بستگی داره، مخصوصا اگه تو دوره مشتری و زحل باشی شانس بچه دار شدن خیلی بیشتره. اگه بچه داری رابطت براشون شیرین و پر از لحظه های خوش میشه. برج اسکورپیو شغل و کار این ماه اوضاع کاریت خیلی خوب و مثبته. نیمه اول خورشید سیاره کارت خیلی قوی توی خونه 10 خونه کار نشسته. نیمه دوم میره تو خونه 11 خونه سود و منفعت از کار، یعنی هم رشد، هم پیشرفت، هم شهرت و هم آرامش برات هست. اگه بیکار باشی احتمال خیلی زیاد یه کار جدید پیدا میکنی. بیزنس و تجارت بیزنس هم کلا مثبت و خوب پیش میره، فقط باید با برنامه و حساب شده عمل کنی. عجله و تصمیم‌های یهویی میتونه به ضررت باشه. اگه تحقیق و دقت کنی این ماه خیلی به نفعت میشه. پول و سرمایه از نظر مالی هم اوضاع عالیه، مخصوصا تو نیمه دوم احتمال پاداش، افزایش حقوق یا ارتقا خیلی زیاده، ثبات مالیت هم قوی تر میشه. سلامتی نیمه اول یکم حساسیت هست ولی چیز جدی نیست. نیمه دوم خیلی بهتر میشه چون خورشید مستقیم روی خونه مریضی خونه 6 نگاه میکنه و کمک میکنه مشکلات برطرف بشه. فقط ممکنه نیاز بشه بری دکتر یا یه چکاپ انجام بدی، ولی نتیجهش خوب میشه. عشق و روابط اوضاع عشقی این ماه خیلی جالب نیست. بهتره صبر کنی تا ماه بعد اکتبر که شرایط خیلی بهتر میشه. اگه توی رابطه ای هستی ممکنه فشار و استرس بیاد، چه به خاطر تعهد چه به خاطر دعوا و بحث، باید صبور باشی. ازدواج برای مجردهایی که میخوان ازدواج کنن این ماه خیلی خوبه و میتونه زمان عقد و عروسی باشه. البته باید توی طالع تولد و داشا هم تایید بشه. برای متأهل‌ها زمان پر از عشق، لذت و شادی، از رابطت لذت ببر. درس و تحصیل برای دانش آموزای ابتدایی و دبیرستانی نیمه اول یکم مشکل سازه، حتی باید مواظب باشی دست به کارهای خلاف یا تقلب نزنی چون گیر میافتی. نیمه دوم اوضاع بهتر میشه. برای تحصیلات عالی، ارشد و دکترا ماه خوبی در پیش داری به شرط تلاش و تمرکز. سفرهای کوتاه بهتر زیاد سفر نکنی. اگه میتونی بیشتر کار ریموت یا ترکیبی انجام بده. سفرهای بلند مدت اوضاع خوبه و مشکلی نیست. بچه‌ها برای کسایی که دنبال بچه دار شدن هستن این ماه مناسب نیست. بهتره صبر کنی تا ماه بعد. برای کسایی که بچه دارن ممکنه رابطه با بچه ها این ماه کمی بالا و پایین داشته باشه. باید صبور باشی و سعی کنی با آرامش حلش کنی. برج کماندار شغل و کار نیمه اول ماه یکم حساسه، یعنی زمان خوبی برای تغییر شغل، درخواست ارتقا یا انتقال نیست. ولی نیمه دوم ماه همه چی عوض میشه چون سیاره کارت یعنی عطارد خیلی قوی میشه و خورشید هم تو خونه 10 خونه کار قدرت میگیره.
این ترکیب فوق‌العاده است برای رشد، پیشرفت و موفقیت شغلی. فقط اگه توی دوره ذوحل باشی ممکنه هنوز حس کنی پیشرفتت کنده، ولی در کل اوضاع نیمه دوم خیلی بهتر از اوله. اگه بیکار باشی احتمال پیدا کردن شغل جدید مخصوصا تو نیمه دوم خیلی زیاده. بیزنس و تجارت، اوضاع بیزنس هم مثل کاره. نیمه دوم ما خیلی قوی و مثبت میشه. قراردادهای مهم، همکاریهای خوب، رشد درآمد و حتی کاهش هزینه ها میتونه اتفاق بیفته. نیمه اول هم بد نیست ولی نیمه دوم فوق‌العاده است. پول و سرمایه، وضعیت مالی هر چی ماه جلوتر میره بهتر میشه. مخصوصا از هفته سوم به بعد احتمال سود و منفعت از سرمایه گذاری های قبلی هست. سلامتی، کلاً این ماه از نظر سلامتی خوب و مثبت میگذره. مشکل جدی دیده نمیشه، پس بهتره روی ورزش، تغذیه سالم و فعالیت روزانه تمرکز کنی تا سلامتیت عالی بمونه. عشق و روابط، نیمه دوم ماه فوق‌العاده است برای عشق و رابطه. حتی نیمه اول هم برای مجردها میتونه فرصت‌هایی برای آشنایی داشته باشه، ولی اگه تو رابطه هستی این ماه پر از عشق، آرامش، شور و صمیمیته. ازدواج، برای مجردهایی که میخوان ازدواج کنن این ماه میتونه زمان خوبی باشه، مخصوصا نیمه دوم. حتی ممکنه تو نیمه دوم یه آشنایی مهم پیدا کنی که به ازدواج منجر بشه. برای متأهل‌ها زندگی پر از شادی، لذت و آرامشه. درس و تحصیل، برای دانش آموزای ابتدایی و دبیرستانی نیمه اول یکم فشار و استرس هست. باید بیشتر تلاش کنی تا نمره‌های خوب بگیری. برای تحصیلات عالی، ارشد، دکترا کل ماه عالیه و با تلاش به نتیجه های عالی میرسی. سفرهای کوتاه نیمه دوم بهتر از نیمه اوله. سفرهای بلند مدت نیمه اول خیلی خوبه، نیمه دوم یکم کمتر. در کل این ماه بیشتر به سفرهای طولانی میری. بچه‌ها، برای کسایی که دنبال بچه دار شدن هستن این ماه خیلی خوبه، احتمال موفقیت بالاست. برای کسایی که بچه دارن رابطتون عالی و پر از صمیمیته، حتی میتونید لحظه‌های شیرین و شادی رو با هم تجربه کنید. برج کپریکورن، شغل و کار، این ماه مخصوصا تو نیمه دوم برای شغل و کار فوق‌العاده است، چون خورشید و عطارد با هم توی خونه نهم، خونه بخت و شانس قرار میگیرن. این یعنی شانس کاری، ارتقا، پیشرفت و حمایت از طرف رئیس یا مقام‌های بالاتر خیلی زیاده. نیمه اول هم بد نیست، ولی نیمه دوم واقعا بهترین زمان برای پیشرفت شغلیه. اگه بیکار باشی شانس خیلی زیادی داری که یه کار خوب پیدا کنی، مخصوصا از هفته سوم به بعد. بیزنس و تجارت، اوضاع بیزنس تو نیمه دوم عالی میشه، احتمال شروع پروژه های جدید، قراردادهای پرسود و حتی همکاری‌های تازه خیلی زیاده، ولی نیمه اول باید محتاط باشی و زیاد ریسک نکنی. نتیجه نیمه دوم ماه بهترین زمان برای رشد کسب و کارته. پول و سرمایه، وضعیت مالی خوبه، حتی امکان سود از سرمایه گذاری های قبلی وجود داره. خرجات زیاده، مخصوصا برای خونه و خانواده، ولی در کل اوضاع مالی مثبت و قابل کنترله. سلامتی، نیمه اول ممکنه کمی خستگی یا فشار روحی باشه، ولی مشکل جدی نیست. نیمه دوم اوضاع سلامتی بهتر میشه، مخصوصا از نظر ذهنی و انرژی مثبت. بهتر یوگا یا مدیتیشن رو شروع کنی تا ذهنت آرومتر بشه. عشق و روابط، نیمه اول خیلی برای عشق مناسب نیست، ممکنه دلخوری یا فاصله بیاد، ولی نیمه دوم اوضاع کاملا عوض میشه. وقت خیلی خوبیه برای شروع رابطه جدید یا عمیق‌تر شدن عشق‌های قدیمی. اگه توی رابطه ای هستی نیمه دوم پر از عشق، شادی و آرامشه. ازدواج،
اگه مجردی و دنبال ازدواجی، نیمه دوم ماه فرصت‌های خیلی خوبی برات میاد. اگه متأهل باشی، رابطت پر از صمیمیت، خوشی و لحظه‌های قشنگ میشه. درس و تحصیل. برای دانش آموزای ابتدایی و دبیرستانی نیمه اول یکم سخت و پر استرسه، ولی نیمه دوم همه چی بهتر میشه. برای تحصیلات عالی، ارشد، دکترا ماه خیلی خوبیه، مخصوصا نیمه دوم که شانس موفقیت و پیشرفت بیشتره. سفرهای کوتاه، نیمه دوم عالیه ولی نیمه اول خیلی خوب نیست. سفرهای بلند مدت کل ماه خوبه، مخصوصا برای کار یا تحصیل خارج از کشور. بچه‌ها، برای کسایی که دنبال بچه دار شدن هستن، نیمه اول مناسب نیست ولی نیمه دوم شرایط خیلی بهتره. برای کسایی که بچه دارن، نیمه دوم پر از شادی و رابطه قوی با بچه هاست. برج آکواریوس. شغل و کار. این ماه برای کار خیلی مثبت و پر از فرصت خوبه. نیمه اول یه مقدار فشار و استرس هست ولی نیمه دوم اوضاع خیلی بهتر میشه. سیاره کارت یعنی مریخ تو نیمه دوم میاد توی خونه نهم، خونه بخت و شانس، و این باعث میشه کلی انرژی و پیشرفت بیاد سمت کار. یعنی شانس گرفتن پروژه های بزرگ، ارتقا یا حتی تغییر مثبت شغلی زیاده. اگه دنبال کار باشی، نیمه دوم ماه احتمال پیدا کردن شغل جدی خیلی زیاده. بیزنس و تجارت. اوضاع بیزنس هم خیلی خوبه. نیمه دوم ماه بهترین زمان برای قراردادهای جدید، همکاری‌های تازه یا شروع پروژه‌های بزرگه. فقط باید مواظب باشی تصمیم‌های عجولانه نگیری. پول و سرمایه. نیمه اول خرجات زیاده و ممکنه یه مقدار فشار مالی حس کنی، ولی نیمه دوم اوضاع خیلی بهتر میشه. سود از سرمایه گذاری های قبلی یا حتی درآمد اضافه برات میاد. خلاصه آخر ماه وضعیت مالیت با ثبات‌تر و قوی‌تر میشه. سلامتی. از نظر سلامتی نیمه اول یه مقدار ضعف یا خستگی داری، مخصوصا به خاطر استرس و فشار کاری. نیمه دوم خیلی بهتر میشه، انرژیت برمیگرده و سرحالتر میشی. توصیه: خواب کافی، آب زیاد، ورزش سبک فراموش نشه. عشق و روابط. نیمه اول زیاد مناسب برای عشق نیست. ممکنه دعوا یا دلخوری باشه، ولی نیمه دوم خیلی خوبه. برای مجردها احتمال آشنایی با عشق جدید زیاده. برای کسایی که تو رابطه هستن، نیمه دوم پر از عشق، صمیمیت و آرامشه. ازدواج. اگه مجردی، نیمه دوم ماه احتمال جدی شدن یه رابطه و حتی فکر به ازدواج زیاده. برای متأهل‌ها نیمه اول یکم پر از تنش و سوء تفاهمه، ولی نیمه دوم همه چی خوب میشه. درس و تحصیل. برای دانش آموزای ابتدایی و دبیرستانی نیمه اول یکم سخت و پر از حواس پرتیه، ولی نیمه دوم پیشرفت میکنی. برای تحصیلات عالی، ارشد، دکترا اوضاع عالیه و میتونی موفقیت بزرگی به دست بیاری. سفرهای کوتاه. نیمه دوم ماه خیلی بهتر از نیمه اوله. سفرهای بلند مدت کل ماه خوبه، مخصوصا برای اهداف کاری یا تحصیلی. بچه‌ها، برای کسایی که دنبال بچه دار شدن هستن، نیمه دوم شرایط مساعدتری داره. برای کسایی که بچه دارن، نیمه اول ممکنه کمی بحث و دلخوری باشه، ولی نیمه دوم خیلی خوب و شادی بخش میشه. برج پایسیز. شغل و کار. این ماه اوضاع کاریت خیلی عالی و پر از پیشرفته، چون سیاره کارت یعنی مشتری خیلی قوی ایستاده و توی خونه دهم، خونه کار حرکت میکنه. نتیجه موقعیت‌های کاری جدید، موفقیت، ارتقا و حتی شناخته شدن برای زحماتت. اگه دنبال کار باشی، این ماه یکی از بهترین زمان هاست برای پیدا کردن شغل خوب. بیزنس و تجارت. اوضاع بیزنس فوق‌العاده است.
مشتری توی خونه دهم یعنی کلی فرصت‌های جدید برای رشد، گسترش و قراردادهای موفق. این ماه میتونی واقعا بیزنست رو یه سطح بالاتر ببری. پول و سرمایه. وضعیت مالی خیلی خوبه، سرمایه گذاری های قبلی نتیجه میدن و میتونی سود خوبی بگیری. حتی ممکنه منابع درآمدی جدید هم سر راهت قرار بگیره. سلامتی این ماه خیلی خوبه، انرژی مثبت، سرزندگی و حال خوب همراهته. هر بیماری یا مشکلی هم بوده احتمال بهتر شدنش زیاده. عشق و روابط. نیمه دوم ماه خیلی عالیه برای عشق و رابطه. برای مجردها احتمال شروع یه رابطه جدی یا آشنایی جدید خیلی بالاست. برای کسایی که توی رابطه هستن این ماه پر از عشق، صمیمیت و لحظه های قشنگ میشه. ازدواج. برای مجردها نیمه دوم ماه فوق‌العاده است برای تصمیم به ازدواج یا جدی شدن رابطه. برای متأهل‌ها زمان پر از عشق، لذت و آرامشه. درس و تحصیل. برای دانش آموزای ابتدایی و دبیرستانی این ماه شرایط خوب و موفقیت در امتحانا هست. برای دانشجوهای ارشد و دکترا عالیه. پیشرفت، تحقیق موفق و حتی احتمال بورسیه یا فرصت‌های تحصیلی خارج از کشور. سفرهای کوتاه نیمه دوم ماه عالیه. سفرهای بلند مدت کل ماه خیلی خوبه، مخصوصا برای کار، تحصیل یا اهداف مهم. بچه‌ها. برای کسایی که دنبال بچه دار شدن هستن این ماه یکی از بهترین زمان هاست. برای کسایی که بچه دارن رابطه با بچه ها خیلی خوب، شیرین و پر از شادی میشه. خیلی ممنون که این فایل صوتی رو تا اینجا گوش دادید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگه‌مون رو از دست ندید و نظرات ارزشمند خودتون رو برای ما کامنت کنید و بگید که متولد چه ماهی هستید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم.